دعا میکنم در این ساعت‌های قبول شدن دعا که من همیشه از این گونه جنایت‌ها در ناخنک را همیشه این گونه عمل‌های تروریستی را در حیات باقی مانده هم انجام بدهم. اما یک مسئله که خیلی هم می‌خواستم در اینجا بالاش تاکید کنم این است که ما مردم مسلمان تاجیک به خصوص نهضت اسلامی تاجیکستان و من باور دارم که دیگر برادران و خواهران ما در پیمان ملی تاجیکستان و تمام مبارزین در این شب و روز مردم فلسطین را تنها نخواهند گذاشت. ما خیلی افسوس می‌خوریم که دیگر اون امکانیت‌های قبلی را نداریم که به مردم غزه و مردم فلسطین کمک کنیم و اگر می‌داشتیم این امکانیت می‌بود حتما کمک می‌کردیم همونطوری که در سال‌های قبلی کرده بودیم. ناگفته نماند که یکی از اتهام‌هایی که حکومت تاجیکستان نسبت من شخصا کرده است در اون پرونده جنایتی که به دست من رسید و من مطمئنم که نسبت نهضت هم همین در پرونده نهضت هم همین اتهام هست، این کمک کردن به مردم فلسطین در همون سال‌های قبلی هست و این را همچون جنایت معرفی کردن و در پرونده جنایتی من هستین. من وقتی که پرونده جنایتی میگم در ناخنک البته و حالا میگم چی خوشا با اون جنایت با اون پرونده جنایتی من که برای کمک به مردم فلسطین به مردم غزه مرا جنایتکار و تروریست اعلام کردن. دعا میکنم در این ساعت‌های قبول شدن دعا که من همیشه از این گونه جنایت‌ها در ناخنک را همیشه این گونه عمل‌های تروریستی را در حیات باقی مانده هم انجام بدهم که به یک مردم مظلوم در هر کجای دنیا باشد بتوانم کمک کردن. همونطوری که به مردم آسیب دیده کلاب در وقتش ما کمک کردیم و باز هم میگم نه به خاطر ریا باید این حرفا گفته شود. شاید یگان رهبر حزب سیاسی را نمیداند که برای آفریدگان شهر کلاب منزل ساخته باشد. من نمیدونم در اون منزلی که من ساختم از پول خودم به مبلغ 110,000 سامانی که در اون وقت 110,000 سامانی نمیدونم با قرب آن وقت 30,000 یا 40,000 دلار میشد، از پول شخصی خودم در شهر کلاب یک منزل ساختم و این را حکومت شهر دوشنبه میداند چون از نام شهر دوشنبه رفت و کسانی که مسئولیت را به دوش داشتن من نمیگم نام نمیگیرم بگذار خودشون اعتراف کنن و با این فخر میکنم و این را باید گفت. وقتی از ما میپرسن که شما چی کار کرده در داخل تاجیکستان تا امروز در 10 سال نمیگیم، اما چون وقتی که امروز باز به شهر کلاب این مصیبت آمد من میگم با فخر که ما این گونه جنایت ها صادر کردیم در وقتش که ما را تروریست گفتن و این گونه جنایت کردیم که به مردم غزه در وقتش کمک کردیم. امروز هم اگر میتوانستم و میداشتم در دوشنبه می بودم اون امکانیت های مالی را ما میداشتیم در نهضت اسلامی تاجیکستان باز هم به مردم غزه کمک میکردیم. این جنایت خودمون را در ناخنک باز تکرار میکردیم و باز هم اون جنایت یا عمل تروریستی خود را تکرار میکردیم به مردم کلاب هم کمک میکردیم به اون آسیب دیدگان و میرفتیم به عیادتشان. اما چیکار کنیم که ما جنایتکاران در ناخنک از طرف این حکومت خیرتمند صلح دوست و یتیم پرور و این حکومت جاناجان و زیر رهبری پیشوایتان این گونه جنایتکاران و این گونه تروریست ها را در ناخنک از وطن دور کرد و باز هم علیه ما پرونده جنایتی باز کرده است با همین اتهام. اگر کسانی که به این حرفای من باور نداشته باشند بروند پرونده جنایتی ما را پیدا کنند بگیرند و در اونجا وقتی به من فرستادند از طریق بعضی دوستان من دیدم که محض همین کمک‌های ما با مردم فلسطین همچون عملی جنایتی و همچون پشتیبانی از تروریسم نشان داده شده است و برای من نمیدونم به همین خاطر هم چند سال علاوگی باز حکم زندان صادر کردن. این از مناسبت یک مسلمان، مناسبت یک حکومت کشوری که خودش رو کشور مسلمان نشین میداند، عضو سازمان کنفرانس اسلامی هست، در سفیر فلسطین را گاه گاه قبول میکنن و یعنی از خودشون همچنین مسلمان رفتار میکنن. اما در این گونه حالات ها نه اینکه محکوم نمیکنن، نه اینکه خودشون به خاطر این شهیدان فلسطینی تسلیت بیان نمیکنن، بلکه باز کسانی را هم که در این شب و روز به مردم فلسطین کمک میکنند اونها را تروریست و جنایتکار میدونن.